برای شب یلدا این هدبند خوشگل خودت میتونی درست کنی. یه روسری بر میداریم و مثلثی تا میزنیم اینجوری. بعد این دوتا لبه رو یه گره میزنیم. حالا ما 2 تا گره میزنیم که محکم بشه اینجوری. این از اینجوری رو دستمون و این لبه رو که سمت آرنجه از توی اینجا در میاریم. با این نگهش میداریم و این یکی لبه رو میاریم 2 دور. ببین 1 2. بعد از توی این رد میکنیم و یه چنین گل رز قشنگی داریم. بکشیش کوچیک‌تر میشه گلش، ببینید. بعد اینجوری میبندیمش به سرمون و یه چنین هد گل رز خوشگلی داریم. من آرزوام اگر این پست کاربردی بود سیوش کن و بفرستش برای دوستات و پیجمو فالو کن.